مشکلی که خیلی از بچه‌ها باش مواجه هستن ترمیم ابرو هستش. چطوری ترمیم کنیم که خطوطمون دقیقاً سر جای اولش ترمیم بشه و همون خطا نازک، پررنگ و شارپ‌تر بشه. خطی که دارم سوزنم رو میذارم، آروم آروم تکرارش میکنم. میرم روی خط بعدی، خیلی ملایم، هر کدوم که کم رنگه از خط قرمزی که مشخص کردم بیرونتر نیام و طراحیمو خراب نکنم. خیلی قسمت های پایین رو نمیرم، اونجا رو جداگونه بعداً میکشم. فعلا فقط قسمت بالای ابرو مد نظرمه. ببینید سوزنم میذارم لبه این خط، آروم آروم از روی خط میرم پایین، دوباره میذارم لبه، کوچولو کوچولو میرم پایین. خیلی تا پایین نمیام بچه، قسمت پایین رو جداگونه ترمیم میکنم. ببینید از لبه پایین که خودکار کوک کشیدم شروع میکنم و پایین ابرو رو ترمیم.